مثال هم گذشت. بعضی ها تاختند و بعضی ها باختند، بعضی ها ساختند و بعضی ها سوختند، بعضی ها نفس کشیدند و بعضی ها از نفس افتادند، بعضی ها آمدند و بعضی ها رفتند. اونایی که آمدند شاید جاویدانه نیامدند، اما اونهایی که رفتند به همیشه رفتند. شهپرک به خرس گفت دوستت دارم. خرس گفت میخواهم خواب کنم. خرس به خواب زمستانه رفت و هیچگاهی ندانست که عمر شهپرک تنها 3 روز است. بیایید به قدر همدیگر امروز رسیم که شاید فردای وجود نداشته باشد. آدمان زنده به گل و مهربانی و آدمان مرده به دعا و فاتحه نیاز دارند. اما ما سر به سر مردگان میزنیم و گل میبریم و راحت فاتحه آدمان زنده را میدیم. بیایید کوچکترین چیزی خود را از همدیگر دریغ نداریم، با هم مهربان باشیم. سال خوشی داشته باشیم.